من فيض مولانا الغفور قرآن رب العالمين جاء لنا نبراس نور فيه السعادة واليقين أسمى المعاني في السطور نسمو بها دنيا ودين نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين في حفظه تحلو الأمور ما خاب من يرجو المعين نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين بدلائل النور المبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا وشفينا وحبيبنا ومولانا واصحابه وبارك وسلم. سبحانك لا علم لنا ولا فهم لنا الا ما علمتنا. سوره مبارکه اعراف خوانده شد. قبل از این سوره به پایان رسید به توفیق الله و این سوره انفال هست که شروع شد. سوره اعراف از سوره های مکی بود و سوره انفال از سوره های مدنی بود. وقتی که سوره های مکی و سوره های مدنی را دقت بفرمایید فرقشون را میبینید که در سوره های مکی بیشتر مسائل اعتقادی بیان میشه، موضوع توحید، موضوع قیامت، اقوام گذشته ذکر میشه، بیان میشه. چون که مرحله ابتدایی اسلام بود، مرحله تربیتی بود، عقاید باید اصلاح میشد، شرک باید از زندگی ها بیرون میشد، انواع شرک رد میشند، ذکر میشند در سوره های مکی. اما در سوره های مدنی بیشتر بعد از توحید، بعد از اصلاح عقاید نوبت به اعمال میرسد. بیشتر در سوره های مدنی موضوع اعمال هست، احکام هست، مسائل هست، مثل جهاد، مثل نماز، مثل روزه، بقیه مسائل احکام. این فرق سوره های مکی و مدنی خیلی فرق دارند. یکی از صورت های فرق این هست و این سوره ها با هم دیگه مناسبت و ربط هم دارند. در سوره های گذشته، سوره مائده، انعام، اعراف، این سوره ها خوانده شده و در این سوره ها بیشتر در رابطه با نفی شرک، رد شرک، انواع شرک، هم شرک اعتقادی و شرک تصرف
و هم شرک فعلی. انواع شرک خوانده شد و الله تعالی همه صورتهای شرک را رد فرمودند. حال در سوره انفال و بعد از سوره انفال در سوره توبه، در هر دو سوره یک موضوع میاد، موضوع جهاد. مطلب اینه که اگر شرک با تبلیغ و با استدلال و با منطق از بین رفت که خوب، و الا شرک را به وسیله جهاد از بین ببرید، با مشرکان با کافران بجنگید. این موضوع این سوره هست. اما این سوره اسمش هست انفال. انفال به غنائم میگویند، به مالهای غنیمت میگویند. اصل انفال جمع نفل هست. نفل چیز اضافی را میگویند، مازاد را میگویند. شما که فرائض و واجبات را میخوانید بعد نفل میخوانید، یعنی میخواید اضافه بخوانید، بیشتر بخوانید، نفل میگویند. پس در جهاد هدف غنیمت نیست، هدف رضای مولا است، هدف اعلای کلمت الله است، هدف کمر شکستن کفر هست. اما گاهی اضافه بر هدف هم چیزی گیرتون میاد، اون نفله. مال خدا به شما میده، غنیمت میده که اونها را بین خودتون تقسیم کنید. خب درباره شأن نزول این سوره و آیات اولی نوشتند که بعد از جنگ بدر خدای عزوجل غنایم زیادی به مسلمانان داد. مسلمانان قبل از اون در فقر و در تنگ دستی بودند. غنایم زیادی به دست آمد، از مشرکان به جا مانده بود، اموال خیلی زیادی بود. الان نوبت بود که اینها را تقسیم کنند. برای تقسیم آن غنایم اختلاف و بگو مگو افتاد. اختلاف عمیقی نبود، هر یکی یک نظری قائم میکرد. مثلا بعضی میگفتند این حق مال انصاری ها هست که تمام زحمت را اهل مدینه کشیدند، جا دادند، همه زمینه هجرت را فراهم کردند، اسلام را، دین عزیز را، رسول الله را نصرت کردند، یاری کردند. در جنگ بدر هم بیشترین سهم را داشتند، بیشترین افراد از اینها بودند. بس این مال اونهاست، چون حدود 70 خورده مهاجر بودند، بقیه انصاری بودند در جنگ بدر. مهاجرین یا از طرف مهاجرین بعضی میگفتند نه این حق مال مهاجرین هست، وطنشون را، ملکشون را، همه سرمایه و ثروتشون را در مکه به جا گذاشتن، الان که خدا داده این باید به اونها برسه. هنوز رسول الله اظهار نظر نکرده بود، هنوز حکمی نازل نشده بود، هر یکی نظر خودش را میداد. جوانان و پیرها هم بینشان، جوانان میگفتن باید این به جوانان برسه، چون که بیشترین جنگ را جوانها کردند و کفار را جوانها شکست دادند، کمر اونها را جوانها شکست. کهن سالها پیرمردها میگفتند که تدبیر، نقشه، برنامه، پشتیبانی، حمایت مال ما بود، لذا ما باید بی نصیب نشیم. هر کسی نظری قائم میکرد. الله عزوجل این آیه را نازل فرمود که تقسیم به دست شما نیست، جوانها ببرند، پیرها ببرند، مهاجرین ببرند، انصار ببرند. نه، انفال مال خدا و رسول هست. الله و رسول به هر صورتی که بخواهد تقسیم می کند. تقسیم را در اول بخش دوم سوره واعلموا انما غنمتم که از اونجا بخش دوم سوره شروع میشه، از اونجا الله تعالی تفصیلش را بیان کرده که چگونه تقسیم بشه. اما اینجا الله عزوجل تکلیفش را روشن میکنه که تکلیف این غنایم اینه که در اختیار الله و در اختیار رسول الله صلی الله علیه وسلم. الله می فرماید یسألونک عن الانفال، ای پیامبر شما را سوال میکنند درباره غنایم، غنیمت های جنگ بدر.
قل الانفال لله والرسول، اعلام بفرما که غنائم برای الله و برای رسول خدا هستند. فاتقوا الله و اصلحوا ذات بینکم. چند تا از اصول موفقیت را الله بیان فرموده. اول تقوا، اول و آخر هر حکم، هر دستور تقوا. خداوند حتی احکام طلاق را بیان می فرماید، احکام بیع و ربا را بیان می فرماید، احکام میراث را بیان می فرماید، درباره مال یتیم بیان می فرماید. هر حکمی که بیان می فرماید هم اول اتقوا الله هم آخر اتقوا الله، چون نسخه اصلی عمل این هست. انسان که در وجودش تقوا باشد، در وجودش خدا ترسی باشد، اون انسان دیگه انسان کامل است. او همه چیز را رعایت می کند، او هیچ چیزی را پایمال نمی کند. پس ببین اینجا هم فاتقوا الله، خیلی این تقوا لازم هست. شما ببینید هیچ صفحه از کلام الله مجید نیست که چند بار درباره تقوا تذکر داده نشده. آیا اون اندازه که الله تأکید دارد ما هم به فکر تقوای خودمون هستیم؟ ما هم به فکر این هستیم که در دل ما، در قلب ما خدا ترسی بیاد که ما هر چیز را از خدا تکلیفش را بگیریم، روشن بکنیم و بر اون عمل بکنیم؟ خیلی مهم است. این بار بار تأکید کردن به ما پیام میده که ما باید این مسئله را جدی بگیریم، نادیده نگیریم. موفقیت دنیا و آخرت ما به تقوا بستگی داره. لذا الله میفرماید فاتقوا الله، اول از الله بترسید، و اصلحوا ذات بینکم، فی ما بین خودتان اصلاح کنید. این اصل دوم موفقیت است. یعنی حقوق العباد را رعایت کنید، حق بندگان را پایمال نکنید، تلف نکنید. یکی از مهمات زندگی این است که مسلمانان با هم مشکل داشته نباشند، اصلاح ذات البین داشته باشند. هر قومی که در اونها اختلاف آمد، چند دستگی آمد، دو دستگی آمد، این نتیجه دلیل فناء قوم هست، دلیل از بین رفتن اون قوم هست. لذا مسلمان عاقل همیشه باید به فکر حل اختلاف باشد. کسی که خودش در اختلاف واقع شده سعی کند رویه‌ای را انتخاب کند، تدبیری بیندیشد که زود اختلاف خاتمه پیدا بکند، ولو اینکه با گذشت شده، با پایمال کردن حق خودش شده، این قربانی را بده، این ایثار را بده، نگذارد، اختلاف ایجاد میشه. اصلحوا ذات بینکم. مسلمانان از روز شکست خوردن که گروه گروه شدند، دسته دسته شدند، اختلاف فی ما بینشان واقع شد. و اطیعوا الله و رسوله ان کنتم مؤمنین. این اصل سوم موفقیت است. اصل اول تقوا، اصل دوم اصلاح ذات البین، یعنی با هم متحد بودن، حقوق همدیگر را رعایت کردن، به همدیگر احترام گذاشتن، و سوم اطاعت الله و رسول. و اطیعوا الله، الله را اطاعت کنید، یعنی حقوق الله را بجا بیاورید، و رسوله، و رسول الله را اطاعت کنید، سنت ها را احیا کنید، احکام خدا را زنده کنید، سنت های رسول الله را زنده کنید. ان کنتم مؤمنین، این مقتضی اطاعت است. اگر شما مؤمنید، یعنی ایمان شما می طلبد که شما اطاعت داشته باشید. ایمان شما از شما این تقاضا را می کند که شما در بست در اختیار الله و رسول باشید. خب الله فرمود ان کنتم مؤمنین، اگر شما مؤمنید. مؤمن کیه؟ در این آیات الله عزوجل مؤمن را بسیار زیبا تعریف کرده. من و شما سعی کنیم که این گونه باشیم. این صفاتی که الله برای مؤمن بیان کرده، این صفات را در وجود خودمون داشته باشیم. اگر داریم
که مبارکه. اگر نداریم تجدید نظر لازم داریم. الله می فرماید انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم. وصف اول مؤمن خشیت الهی. الله می فرماید مؤمنان آنانی هستند که اذا ذکر الله، هرگاه الله یاد میشه، هرگاه الله را ذکر میکنید، وجلت قلوبهم، دلشان میترسد، یعنی از ته دل میترسند، دلشون میلرزد، تکان میخورد. یعنی لفظ الله گفته میشه دلش میلرزه. معنی این نیست که تصنعاً انسان در وجود خودش جهشی پیدا کند من ترسیدم، نه. منظور اینه که وقتی که نام الله میاد انسان از هر منکر خودش را عقب بکشد. کسی میخواد بر کسی ظلم بکنه، قصد میکنه فلانی را میزنم، بهش بگو از الله بترس. همین که نام الله باشه دیگه فوراً عقب نشینی میکند. کسی میخواهد که معامله ناجایزی بکند، معامله ربوی بکند، همین که بگه الله، این الله باعث بشه که عقب نشینی بکند. یعنی الله باعث بشه که از هر منکر، از هر معصیت انسان باز بیاید. درباره سیدنا عمر رضی الله تعالی عنه هست که با وجود این جلالتی که داشت سیدنا عمر، اما وقتی که نام الله می گفت وقاف بود، فوراً توقف می کرد، فوراً ایست، یک کلمه بیشتر نمی گفت، می ترسی. وقتی که درباره مهر زنان گفت که مهرها را بیارید پایین، زنی بلند شد گفت از خدا بترس. فوراً عمر تسلیم شد، گفت خدا در قرآن گفته که اگر بهشون خزانه ای دادید هم پس نگیر. خدا به ما اجازه داده که برای ما به عنوان مهر یک خزانه را هم انتخاب بکنند. منظور اینه که هرگاه نام الله گفته میشد فوراً متوقف میشد. ما ایمانمان باید اینطور باشه که هر تصمیمی گرفتیم کسی نام الله را جلوی ما آورد باید تکان بخوریم، باید جلوتر نریم اگر نام الله مانع هست. لذا اولین وصف مؤمن خشیت است، از خدا می ترسد. اگر یه چیزی در یک چیزی غفلت کرده، تصمیم نادرستی گرفته، شما بیا او را یادآوری کن، نام خدا را جلوش بذار، به خاطر خدا نکن. این نام الله در وجود او، در بدن او، در دل او لرزش ایجاد کند و عقب نشینی کند. این هست صفت اول مؤمن. اذا ذکر الله وجلت قلوبهم، هرگاه الله یاد بشه دلشان می لرزد، می ترسد. و اذا تلیت علیهم آیاته زادتهم ایمانا، هرگاه بر آنان آیات الهی تلاوت می شود ایمان نشان را می افزاید. آیات موجب افزایش ایمان میشه، آیات خدا تقویتش میکنه. این در صورتی هست که بفهمید آیات خدا چی میگه، مراد الله را از آیات الله بفهمیم. و آیات الهی همینطور الفاظش که نفهمیم هم اثر خودش را دارد. آیات وقتی که زیبا خوانده بشه، زیبا تلاوت بشه، هم در انسان یه تأثیر خاصی دارد. اما در مؤمن، پس آیات باید ایمان ما را اضافه بکند. مثلا درباره خدای عزوجل، درباره صفات خدا، درباره عقیده خودمون، هر وقتی که آیات را میشنویم، آیات چی میگه؟ ایمانمون اضافه میشه. این وصف دوم مؤمن هست. وصف سوم وعلى ربهم يتوكلون،
توکلشان فقط و فقط بر ربشان هست، بر رب اعتماد دارند، رب را پشتیبان بزرگ خودشون میدانند و هر کاری میکنند به اعتماد رب. شما اگر تجارت هم میکنید، فقط این در دین نیست، تجارت صالح هم دین هست. شما اگر تجارت میکنید، تجارت حلال، تجارت درست، جائز، ریسک بزرگی میکنی، هم توکل بر رب میکنی، این دلیل ایمانت هست. به زرنگیت، به اسباب، به امکانات، به شرایط بازار، به اونها هیچ توجه نمی کنی. میگی من رب دارم، بر رب توکل میکنم، رب من موفق میکند. هر کسی که توکل بکند در هر کاری، الله عزوجل متوکلین را دوست دارد. در چند جای قرآن آمده که خداوند متوکل را دوست دارد. شما که کسب و کارتون را خودتون میکنید، زحمت را خودتون میکشید، اما در عقیده، در فکر شما این را داشته باشید که این حرکت من یک سبب هست، تا خدا نخواهد هیچ چی نمیشه، و واقعا در ته دل توکل بکنید، الله عزوجل خیلی این عقیده را میپسندد و بسیار دوستش میدارد. اگر امکانات و اسباب به ضرر شما باشد، اسباب به ضرر شما باشد، بازم الله تعالی زمینه را فراهم میکند که اسباب به نفع شما باشد. من شاید در گذشته قصه یک عالمی را که خودشون قصه خودشون را نوشتند در جایی تعریف کردم که یک عالم بزرگواری، ایشون کتاب فروش بوده، کارش کتاب فروشی بوده، هر روز می رفته تعدادی کتاب می فروخته و معاش خودش را از این طریق تامین می کرد. میگه یک روزی وقتی که در شهر لاهور پاکستان، وقتی که میخواستم برم به طرف مغازه، دیدم چنان باران شدیدی هست که هیچ که تو خیابون پیدا نمیشه. گفتم امروز کی میاد کتاب بگیره در این روز بارانی؟ میخواستم برگردم، بعد توکل کردم، گفتم حرکت از تو برو به طرف مقصد، به خدا توکل کن، رزق را الله میده، رزق به دست تو که نیست. میگه توکل کردم، رفتم مغازه ام باز کردم، اکثر بازار تعطیل بود، کسی نبود، تک و توک مغازه ها بودند. ازا من باز کردم، نشستم در انتظار مشتری، مثل هر روز نبود، کسی نمی آمد. مردم کم و بیشی که تو خیابان راه می رفتند و برای مایحتاج خودشون مجبور شده بودند، آمده بودند، تو خیابان ها تردد داشتند تا اینکه یک باران شدیدی و تگرگ شدیدی شروع کرد به باریدن، چنان که هیچ کسی بیرون نمیتونست بمانه، همه دویدن، فرار کردن به جای پناهی. من هم مغازم که باز بود، هرچی مردم تونستن تو مغازه من آمدم، مغازه پر شد از مردم، آمده بودن که اینجا پناه بگیرند که باران شدید بود. اما اینجا که پناه بگیرن بیکار نشدن، یکی یک کتابی برداشت نگاه کرد، یکی دیگری برداشت، به این بهانه دیگه تو مغازه جمع شدند. هر کسی کتابی نگاه کرد پسندید، یکی قرآنی، یکی دعایی، مناجاتی، یکی درباره سیرت پیامبر، یکی درباره صحابه. لذا میگه اون روز معاملات من چند برابر روزهای دیگه شد. این توکل است که انسان میگه من اسباب فراهم نیست ولی همه چیز به دست رب است. خدای عزوجل خیلی میپسندد انسانی را که به او توکل بکند، به او اعتماد داشته باشد، ولو اینکه اسباب برخیال، گرچه بر توکل زانوی اشتر ببند، نه، یعنی اسباب را بگیر بعدا توکل بکن، یه چیزی داشته باش بعدا برو بازار. ولی باز هم الله عزوجل اونهایی را دوست دارد که به اسباب اعتماد ندارن، به رب الاسباب اعتماد دارن. الله می فرماید وصف سوم را برای مؤمن و علی ربهم یتوکلون، بر ربشان توکل دارن. این سه صفت
صفات مؤمنین هستند، توجه داشته باشید. صفت چهارم الذين يقيمون الصلاة، مؤمنان کسانی هستند که برپا می‌دارن نماز را، در نماز خودشان کوتاهی نمی‌کنن، اقامه می‌کنن نماز را. اقامه نماز با خواندن نماز خیلی فرق می‌کند. اقامه نماز یعنی اهتمام به نماز، اهمیت دادن به نماز، نماز را با تمام شرایط ادا کردن، وضو، طهارت، خشوع، خضوع، توجه الی الله، حضور قلب، اینا تمام جزء اقامه نماز هستند. هر انسان به قدر وسع خودش سعی کند که نمازش را درست بخواند. ما باید روی نمازهای خودمون هم تجدید نظر بکنیم. اقامه نماز معنیش همینه، نمازی باشد که 100% به طرف الله متوجه بشیم. الان شما بررسی بکنی هر یکی چند درصد ما در نماز متوجه ربیم. وقتی که سجده میکنیم و میگیم سبحان ربی الاعلا، رب اعلای من پاک است، منزه است، سبحان ربی العظیم، رب عظیم من پاک و منزه از هر عیب، از هر شریک، از همسر و همتا. آیا با این توجه، با این حضور قلب ما تسبیحات را میگیم؟ با حضور قلب ما تلاوت میکنیم؟ اگر این گونه هست خیلی خوب است. اگر نیست باید اقامه نماز بی طلبت که همه این شرایط را ما رعایت کنیم. این چهارمین صفت بود. این عبادت بدنی هست، جانی هست. و عبادت پنجم و وصف پنجم و مما رزقناهم ينفقون، از آن رزقی که ما بهشون دادیم خرج میکنند. آنچه که خدا به شما داده از اون خرج کنید، اون که مال خودتون هست خرج نکنید. ما چی داریم؟ از خودمون داشتیم، هر چی داریم خدا به ما داده. این و مما رزقناهم که خداوند عزوجل میفرماید ما دادیم، این یک نکته‌ای هست، اشاره‌ای هست. یعنی انسان هر چی داری از کجا آوردی؟ الله بهت داده. وقتی الله بهت داده برای رضای اون الله، برای خوشنودی همون الله خرج کن تا بیشتر بهت بده، تا برکت بهت بده. اگر در قرآن دقت بفرمایید هر جا در کنار عبادت جانی عبادت مالی هست. خیلی ها هستن عبادت های جانیشون خوبه، نماز برابر، عرض کنم نماز شب، قیام اللیل، تهجد، همه خوب، اما خداوند ثروت کلانی بهشون داده، در خرج کردن مشکل دارند. عبادت، هر عبادتی به جای خود و هر عبادتی تأثیرات خودش را دارد. نماز در وجود انسان تواضع میاره، فروتنی میاره، تکبر را از انسان دور میکند. و انفاق در راه الله در وجود انسان صفات دیگری خوبی میاره، در وجود انسان همدردی میاره، در وجود انسان سخاوت میاره، بخل را و حرص را از انسان دور میکنه. هر عبادتی تأثیر خودش را دارد. لذا یک مسلمان باید جامعیت داشته باشد، یعنی همه عبادت ها را انجام بده. لازم هم نیست حتما سرمایدار باشد، کارگر هم باید خرج کند، انفاق کند. اینجا بحث زکات نیست، بحث انفاق است. زکات بله برای صاحب نصاب اون یک فرضی است. انفاق اونی که الله عزوجل بهش داده 30,000 تومان در روز درآمد داره، 500 تومان 1000 تومان را بده به اندازه وسع خودش، به اندازه توان خودش. لذا این باعث میشه در وجود انسان سخاوت بیاد، انسان از بخل، از حرص، از صفاتی که رب دوست ندارد و بیشتر اینها صفات منافقین هستند، از اینها انسان فاصله میگیرد. خب این 5 صفت را خدا بیان کرد. اولین دوباره این 5 صفت را، چون که بر این صفت 5 صفت الله عزوجل یک لقبی زیبا به ما میدهد اگر این 5 صفت را داشته باشیم. اولی این بود که در دل باید خدا را داشت، هرگاه که خدا ذکر میشه باید دل لرزید و ترسید. دوم این که هرگاه آیات خدا تلاوت میشه ایمان تقویت میشه، اضافه میشه. سوم توکل، چهارم اقامه نماز، پنجم انفاق در راه الله. الله میفرماید اینهایی که اینها را دارند
اولئک هم المؤمنون حقا. این نتیجه دنیوی. در دنیا لقب تو هست مؤمن به حق، از نظر الله مؤمن به حق هستی، مؤمن واقعی هستی، مؤمن راستینی هستی. این در دنیاست. در آخرت چی؟ لهم درجات عند ربهم و مغفرت و رزق کریم. اول جنت روحانی، بهشت روحانی. لهم درجات عند ربهم، نزد رب جایگاه دارد، نزد رب درجات دارد، عزت دارد. انسان وقتی که در دنیا پیش یک مقام دنیوی میره و میخواد پایین بشینه، اون کسی که در دنیا صاحب عزت و جلال هست، استاندار هست، وزیر هست، رئیس هست، اون میگه بیا اینجا نزدیک من بشین. چقدر انسان خوشحال میشه، میگه به من هیچ پذیرایی دیگه نمیکرد، همین که جلوی مردم به من احترام گذاشت برای شخصیت من کافیه. لذا درجات عند ربهم، نزد رب، نه نزد یک مقام دنیوی. این امتیاز بزرگی هست. دوم و مغفرت، مغفرت است، بخشش گناهان. مغفرت دفع مضرت است. مغفرت که بشه دیگه هیچ ضرری شما را تهدید نمی کند، هیچ خطری برای شما نیست. آیا همین اندازه؟ نه، از ضرر که نجات یافتی، از جهنم که نجات یافتی. و رزق کریم، این جنت جسمانی هست، رزق معزز. چه روزی هایی، چه رزق هایی. بعضی را در قرآن الله ذکر کرده، بعضی را ما هنوز نمیفهمیم، تازه متوجه میشیم انشاءالله اونجا که بریم. پس این سه چیز برای مؤمن واقعی هستن، نتیجه اخرویش هستن. خب این مقدمه بود. کما اخرجک ربک من بیتک بالحق. از اینجا اشاره هست به سوی جریان بدر. ما جریان بدر را و واقعه بدر را در همین سوره انشاءالله مفصل میخوانیم. از اینجا آغاز میشه. الله میفرماید که همان گونه که رب تو شما را از خانه تان بیرون کرد بالحق، یعنی با حکمت. اینجا حق به معنی بالحکمت و الصواب هست. خدا شما را ای محمد صلی الله علیه و سلم از خانه تون بیرون کرد، از حجره تون بیرون کرد به طرف میدان جهاد. توش حکمت بود، صواب و راه درست همین بود. کما بعضی گفتن تشبیه هست، بعضی گفتن کاف تعلیلیه هست. علت اینکه چرا انفال، چرا غنیمت ها را پیغمبر باید تقسیم بکند؟ لما اخرجک ربک، چون که خدا تو را بیرون کرد برای این جهاد، اکنون به دست تو باید باشد. یا بعضی میگن کما اخرجک تشبیه هست، یعنی همان طوری که هر یکی از مسلمانان خودشون رضی حق میدانستن ما تقسیم بکنیم غنیمت ها را، خدا گفت نه، حق شما نیست، برای شما مسلمانان ناگوار بود همانطور که برای تو ای پیغمبر برای تو ناگوار نبود، برای بعضی از مسلمانان ناگوار بود رفتن به میدان جنگ. خود طبیعی هست، هر انسانی از مرگ می ترسد. عرض کنم خدمت شما که در جریان بدر چطور شروع شد. سال دوم هجری بود. قبل از این جنگ های کوچک کوچکی اتفاق افتاده بود. 1 نفر، 2 نفر، 3 نفر شهید شدند از مسلمانان، از کفار هم کشته شدند. سریه های کوچکی، درگیری های کوچکی، چون که دشمنی بود. هر جا هم دیگر را میدیدن تو راهی میزدن. 5 شتر سوار این طرف، 10 اون طرف، اینا با هم دیگه درگیر میشدن. اما جریان بزرگ و درگیری بزرگ که اتفاق افتاد در جنگ بدر بود. اینجا هم رسول اکرم صلی الله علیه و سلم قصد جنگ نداشتند. آن حضرت صلی الله علیه و سلم قصد کرده بودند کاروان ابو سفیان را، کاروان تجاری ابو سفیان را. من در این رابطه خدمت شما یه توضیح بدم و
ذهن شما را، فکر شما را به طرف این توضیح متوجه بکنم. چون بعضی فکر میکنن که دشمن وقتی که کاروانی داشت هر وقت میتونیم بهش حمله کنیم، جلوش را بگیریم، مالش را ببریم، بالا دشمن دیگه. شرایطی گرچه هست، اما اینجا که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم صرفاً به خاطر اینکه چون ابو سفیان است، چون اهل مکه هستند، کاروانی دارن لذا کاروانشون را بزنیم، چنین هدفی نبود. اون چیزی که در بزرگان ما، محققین ما نوشتند، این جریان یک پشت پرده ای داشت. پشت پردهش این بود که وقتی که جنگ‌های کوچک کوچک انجام گرفت، یک روز ابو جهل که مغز متفکر مشرکان بود، ابو جهل گفت که ما باید یک سرمایه ای را برای جنگ با مسلمانان و برای از بین بردن اینها باید سرمایه گذاری کنیم. گفتند چیکار بکنیم؟ با هم نشستند، گفتند هر یک از ما یک سرمایه بذارد و یک کاروانی تشکیل بدیم، یک تجارتی برا بندازیم تا اینکه خوب سرمایه دار شدیم، خوب وضعیت ما خوب شد، بعدا انواع اسلحه، انواع امکانات بگیریم، تمام ساز و برگ را آماده بکنیم، یک ها حمله بکنیم، همه چیز را یک سره بکنیم، تمام بکنیم. لذا این مشوره شد که پول جمع کنند. پس گفتند که در رأس ابو سفیان، در رأس قرار گرفت، در رأس این کاروان تجاری در واقع یک نوع جماوری بود، یک نوع آمادگی بود بر علیه مسلمانان. نه اینکه اینا برای معاش خودشون رفتن تجارت بکنند. رسول الله گفته نه، برین جلوشون را بزنید. گرچه اون کار را هم میکردند هم جایز بود، چون اینها در مکه ظلم کرده بودند. هرچی مال مسلمانان در مکه مانده بود به دست اینها به تاراج رفت. اینها رحم نکردند بر مسلمانان. اگر اموالی که اینها برای معاش خودشون، برای زندگی خودشون اگر اونها داشتند و میرفتند، اگر بر اونها حمله میشد هم حقشان بود. اما اینجا نه. حتی می آید در کتاب ها که پیرزنی مقدار پول داشت، گفت این سرمایه من را هم بگذارید. اینها گفتند که از همه سرمایه گذاری بکنن، برن خرید بکنن، بیارند تا از نظر اقتصاد، از نظر معاش وضعشون خوب بشه و بتوانن یه آمادگی خوبی بر علیه مسلمانان داشته باشند. پس رسول الله صلی الله علیه وسلم وقتی که متوجه شدند از طریق وحی این کاروان را میگذاشتند، این به ضرر بود، این یک توطئه بزرگی بود. پس حق این کاروان بود که این کاروان را مورد هدف قرار بدن. آن حضرت صلی الله علیه و سلم مشوره کرد با صحابه چه کار بکنیم. صحابه گفتند که می رویم جلو اینها را می گیریم و به هر حال اموالشون را بر می داریم. تقریبا حدود 70 نفر الی 80 نفر گفتند با ابو سفیان در اون کاروان همراه بود. اینها از شام بر می گشتند. خب راهشون از نزدیک مدینه منوره بود. آن حضرت صلی الله علیه وسلم آمادگی گرفتند. لشکری بود حول و حوش 313 نفر. امکانات زیادی نداشتند، تعدادی اسب بود، شمشیر بود، جمعیتشون خوب بود در مقابل اون 70 نفر. به هر حال می توانستند که به راحتی کاروان را بزنند. وقتی که آن حضرت به طرف اونها رفتند، ابو سفیان از طریق جاسوس های خودش متوجه شد که سپاه اسلام داره می آید به جلوی ما که می خواهد کاروان را از بین ببرد. ابو سفیان فوراً راه کناره دریا را، راه ساحل را قصد کرد، مسیر را عوض کرد. مثلا مسیری که باید از پشت مدینه رفت به طرف دریا، به طرف ساحل رفت و پیغام فرستاد برای ابو جهل که به داد ما برسید که اینها به طرف ما دارن میاند. ابو جهل
فوراً جمع کرد مردم مکه را، سخنرانی بسیار آتشین و حماسی کرد، همه آماده شدن، گفت هر چه دارید آماده کنید که اینها الان این اندازه قدرت گرفتن که جلوی کاروان شما را میخوان بگیرند. لذا تمام جوانان قریش و تمام سرداران خودشون، هیچ که نماند، تمام سرداران خودشون جلو شدن، جوانان پشت سرشون، حدود 1000 نفر فوراً جمع کردند با هر چی که امکانات، هر چی شمشیر، هر چی اسلحه بود. تو انبار دیگه چیزی نماند، همه برداشتند و یک شهری بود. حرکت کردن به طرف مدینه منوره. الله عزوجل به پیغمبرش وحی کرد که از این دو قافله یکی مال شماست، با هر کدوم که روبرو شدید وعده من هست که شما را پیروز میگردانم، یا کاروان یا این لشکر کفر، لشکر ابو جهل. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم با صحابه مشوره کردن، الان اطلاع دادن که ابو جهل داره میاد، نیروی کمکی برای اینها میاد. اخبار گرفتند، گفتند حدود 1000 نفر هستند، چون که کسانی اخبار گرفتند که شترها را حساب کردند، گفتند هر وعده غذایی 10 تا شتر کشته میشه و در اون زمان هر شتری برای 100 نفر بود. هر وعده غذا 10 تا شتر، یعنی برای 1000 نفر غذا پخته میشد، درست میشد، زنها بودند، مردها بودند، همه. لذا یه مقدار طبیعی بود مسلمانان پریشان شدند، نگران شدند. آن حضرت صلی الله علیه وسلم چون که به وعده الهی ایمان داشت، باور داشت، دلش میخواست که با لشکر ابو جهل روبرو بشه، چون این کاروانیان عددی نبودند، 70 نفر بودند. خدا که وعده کرده، رسول الله میخواست که این لشکر را شکست بده، کمر اونها را بشکنه. لذا از صحابه مشوره گرفت که نظر شما چیه؟ میدونید در مشوره سرداران مشوره میدن، امیران مشوره میدن. اولین مشوره را ابوبکر و عمر رضی الله تعالی عنه داده. این دو نفر گفتن یا رسول الله هر چه شما تصمیم بگیرید ما آماده ایم. این از طرف مهاجرین بود، در رأس مهاجرین ابوبکر و عمر بودند. حضرت سعد ابن معاذ هم گفت یا رسول الله ما آماده ایم. اینجا بعضی از صحابه تزلزل داشتند، دغدغه داشتند، گفتم ما که برای جنگ آماده نشدیم، ما با این چند تا شمشیر چطور بجنگیم با این لشکر؟ بهتره همون به طرف کاروانی ها بریم و اونجا حداقل مالی به دست بیاریم، به طرف لشکر ابو جهل نریم. یک مقداری تزلزل که بود، صحابه سخنرانی کرده. یک سخنرانی بسیار حماسی حضرت ابوبکر صدیق کرد، یکی حضرت مقداد ابن اسود کرد و یکی حضرت سعد ابن معاذ، که اینها گفتن یا رسول الله ما مثل اصحاب موسی نیستیم که بگیم شما و ربت برو، ما در کنار شما هستیم تا آخرم هستیم، میگیم که شما و رب بروید و ما هم همراه شما در کنار شما هستید و قسم به اون ذاتی که جان ما در قبضه قدرت او هست، تا آخرین قطره خونی که در بدن داریم، تا آخرین نفسی که داریم، در دفاع از شما، در دفاع از حریم شما، در دفاع از اسلام عزیز ما می جنگیم. اینها با سخنرانی‌های حماسی خودشان هم صحابه را تقویت کردند، هم رسول الله را دلگرم کردند. لذا آن حضرت صلی الله علیه وسلم گفت پس برویم به طرف لشکری که داره میاد. مسیر را از وسط را عوض کردن، رفتن به طرف مکه، به طرف بدر. ابو سفیان رفت تا اینکه به طرف دریا رسید و از اونجا راه ساحل را گرفت و از حدود مدینه که خارج شد
احساس کرد دیگه خطر رفع شده، فوراً پیغام فرستاد به ابو جهل، گفت ما نجات پیدا کردیم، شما هم برگردید. پیغام رسان وقتی که آمد به ابو جهل پیغام را داد، ابو جهل بسیار عصبانی آتشین بود، گفت که نه، سوگند یاد کرد که تا وقتی که من اینها را دیگه تمام نکنم، نابود نکنم، بر نمیگردم. اینا اینقدر گستاخ شدند که الان به طرف کاروان ما حرکت میکنند و کاروان ما را میخوان مورد تعرض قرار بگیرند. این بیچاره خیلی کوتاه فکر میکرد، ازلش خراب بود. لذا هرچی گفتند ابو سفیان گفته نرو، برگه، گفت نه من میرم. و اونم یک سخنرانی آتشینی برای جوانان قریش کرد. اونها حرکت کردند، آمدند. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم رفت، اونها آمدند در چاهی، کنار چاهی به نام بدر. اصل بدر نام چاه بود و یک وادی بود. اونجا آمدند و چادر انداختند، قرار گرفتند رو کنار آب. آن حضرت صلی الله علیه وسلم وقتی که آمدند جاهای خوب را اونها گرفته بودند در این وادی، در این آبادی. اصل چاهی بود و آن حضرت صلی الله علیه وسلم جانب دیگر به طرف نزدیک مدینه و اونها دورتر از مدینه. اذ انتم بالعدوة الدنیا و هم بالعدوة القصوى. شما در کناره نزدیک به مدینه بودید، اونها در کناره دور از مدینه. لذا مسلمانان که آمدند اینجا هیچی نبود، امکانات نبود. جایی که مسلمانان قرار داشتند ریگستان بود، ریگ بود، راه رفتن مشکل بود، در ریگ ها گرد و خاک بود، غبار بود. اما جایی که اونها بود زمین خاک خوبی بود و آب هم بود، همه امکانات بود. الله عزوجل اولین نصرت را و اولین کمک را به مسلمانان کرد. بارانی شروع به باریدن کرد، باران بسیار فراوانی که وقتی که باران ببارد ریگ سفت میشه، گرد و خاک میخوابد، غبار میخوابد و اینها تمام ظرفای خودشون را از آب باران که جمع میشد هر جا پر کردند و اون طرف همش گل و لای شد، راه رفتن تردد برای اونها مشکل شد. لذا الله عزوجل این اولین یاری را و اولین نصرت را نشان داد. خب تا اینکه آن حضرت صلی الله علیه و سلم متوجه دعا شد. نکته مهم و بارزی که در معرکه بدر قرار دارد دعای رسول اکرم صلی الله علیه وسلم است که رسول الله رفت در یک گوشه در حالی که خداوند وعده کرده بود نصرت الهی، اما پیامبران سنتشون مناجات با رب هست، دعا و نیایش هست. در هر کاری که شما انجام میدهید، کار مهمی هست، کار مشکلی هست، کار آسانی هست. اینجا که این کار آسانه برای پیغمبر نباید دغدغه داشته باشه. خدای عزوجل وعده کرده، خدا فرموده که یکی را اذ یعدکم الله احدى الطائفتین، خدا وعده کرده بود یکی از این دو جماعت مال شماست، شما بر اونها چیره میشید، بر اونها پیروز میشید، شکستشون میده. وعده الهی هست. ولی با وجود این دعا نیایش، اینو میخواستم عرض کنم که اگر در هر کاری فکر میکنی 100% موفق میشی، باز هم از دعا غافل نباش. خدای نکرده مانعی میاد ناموفق بشی. فکر میکنی حتی تجارت، فکر میکنی که اینجا دیگه سود 100% است، اینجا هیچ ضرری نیست، باز هم از دعا غافل نباش. مبادا یه وقتی بری و دیگه عارضه‌ای، دیگه مشکلی پیش بیاد و ضرر بکنی. لذا آن حضرت صلی الله علیه و سلم یک گوشه رفت، دست به دعا برداشت، مبالغه کرد در دعا، دستها را بلند کرد، چنان دستها را بلند کرد. الان امروزه خیلی هستند دعا میکنن دست بلند نمیکنن، نمیدونم چرا. رسول الله چنان دستها را بلند کرد که چادر مبارک افتاد. حضرت ابوبکر صدیق گرفت چادر را دوباره بر شانه های آن حضرت قرار داد.
گریه، تضرع و این کلمات. سبحان الله، چقدر پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم به این جماعت صحابه امید داره و دل بسته. میگه بار الها اگر این جماعت اندک را امروز در این میدان از بین ببری، دیگه در روی زمین کسی نیست تو را عبادت کند. عبادت کنندگان تو اینها هستند. دغدغه رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه هست، یارانش سالم بمانند، یارانش اینجا تلف نشند، از بین نروند. چنان گریه که ابوبکر رحم آمد، گفت یا رسول الله خدا وعده کرده، وعده خدا انشاءالله محقق میشه، کافی هست. از بس که بر آن حضرت صلی الله علیه وسلم فشار بود. لذا الله عزوجل این صحنه را، این میدان را و اون چی که جریان اونجا هست در این آیات بیان میفرماید. الله میفرماید کما اخرجک ربک من بیتک بالحق. عرض کردم کما یا تشبیه است، همان گونه که خداوند شما را از خانه‌ات بالحق بیرون کرد، ای بالحکمت و الصواب. یا اینکه تعلیلیه هست، لما اخرجک، یعنی انفال اختیاراتشون به شماست، به دلیل اینکه خدا شما را برای این جنگ اول از خانه بیرون کرد. و ان فریقا من المؤمنین لکارهون، همانا دسته ای از مؤمنان لکارهون، نمی پسندیدند این را. طبعا البته وقت خروج، جامع البیان، تفسیر جامع البیان میشه وقت خروج، اما بعدن که به میدان آمدند سبحان الله کسی نبود که جلو این شیرها را بیاد و حریف اینها بشه. یجادلونک فی الحق، با شما بحث میکردن بنویسه به طور مشوره، فی الحق در رابطه با اون چیزی که حق بود، درست بود. بعد ما تبین، بعد از اون که واضح و روشن شد برای اونها، کأنما یساقون الی الموت وهم ینظرون، گویا آنها برده می شدن به سوی موت، چنان بر اونها دشوار شد و آنها می دیدند. چی را می دیدند؟ اسباب موت را. چون که واقعا اسباب موت، شما فکر بکنید از نظر امکانات، یک طرف 1000 نفر، یک طرف 300 نفره، یک طرف تا دندان مسلح است و یک طرف 4 تا شمشیر بیشتر ندارد، چند تا اسب دارد. اینا با هم، این آیات به طرف مرگ رفتن نیست است، مگر اینکه کسی که به ذات حق اعتماد داشته باشه و به وعده های الله وعده می کند. و اذ یعدکم الله احدى الطائفتین انها لکم، زمانی که وعده کرد الله یکی از دو جماعت را، یکی از دو گروه طایفه را، یا قافله ابو سفیان یا لشکر ابو جهل، یکی از این دوتا مال شما، انها لکم، مال شما یعنی الان فتح و پیروزی در دست شما، موفقیت وعده الهی است، مال شما. اما عموم صحابه چی دوست داشتند؟ طبیعی است دیگه. و تودون ان غیر ذات الشوکت تکون لکم، شما دوست داشتید، میپسندیدید که غیر ذات شوکت، خاردار نباشد برای شما، اونی که خار دارد اون نباشد، غیر اون باشد. کدوم خار داشت؟ لشکر ابو جهل، همش مسلح، خطرناک بود. لذا غیر از این دومی یعنی قافله. اما الله اینجا اراده دیگری داشت، عسى ان تکرهوا شیئا وهو خیر لکم، شما نمی پسندیدید اما خیر شما در همین است. و یرید الله ان یحق الحق بکلماته، الله میخواست عملا حق را ثابت بکند، بکلماته ای بوعده یا بتشریعه و تکوینه. خداوند وعده کرده بود، طبق اون وعده میخواست حق عملا ثابت بشه. چون واقعا اینجا از اینجا به بعد خیلی مردم متوجه شدن
حق یعنی چه؟ اینها چه نیروی اینها را پشتیبانی کرد؟ بدون امکانات، بدون اسلحه این لشکر جرار را خار و زبون کردند. و یقطع دابر الکافرین، الله عزوجل میخواست از بیخ برکند ریشه کافران را، قطع کند. لیحق الحق، این حکمت قطع هست تا حق ثابت بشه و باطل هم باطل بشه. یعنی هر که ببیند حق کدومه باطل کدومه، ولو کره المجرمون، گرچه مجرمان این را نپسندند، مشرکان. لشکر کفر وقتی که آمد، اون ابهتی که داشت، اون شوکتی که داشت در میدان بدر، وقتی که روبرو شد دیگه کمرش شکست، دیگه اون دبدبه را نداشت، اون جایگاه را نداشت، اون عظمت را نداشت. الله میخواست همین کار بشه، لذا این کار شد. اینجا الله عزوجل از استغاثه و طلب دعای صحابه یاد می کند. تنها رسول الله صلی الله علیه و سلم استغاثه نکرده، هر یکی یک گوشه، هر یکی یا الله یا رب فتح بیار، موفقیت بیار. الله می فرماد اذ تستغیثون ربکم، زمانی که شما از ربتان اغاثه و فریاد می طلبیدید، شما از رب کمک می خواستید، بار اله ما را در این معرکه کمک بفرما. فاستجاب لکم، الله اجابت کرد. الله عزوجل چگونه اجابت کرد؟ الله تعالی چون که انسان معمولا چشمش به اسباب هست، الله عزوجل هم ذکر اسباب را آورد. الله تعالی فرمود اونها چند نفرند؟ 1000 نفرند. خب برای شما هم 1000 نفر از فرشته ها می فرستم، کافی هست یا نیست؟ یه بحثی در بین مفسران هست که آیا واقعا فرشتگان آمدن یا تقویت قلب بود. جمهور معتقد از فرشتگان آمدند، حتی فرشتگان را بسیاری مشاهده کردم، من جمله بحث ابلیس می آید. ابلیس که به شکلی در لشکر کفار بود، ابلیس مشاهده کرد. و بحث دوم اینه که آیا فرشتگان جنگیدند، درگیر شدند؟ اینجا هم قول محقق و درست اینه که فرشتگان جنگیدند، چون که ما در همین جا داریم که یک صحابی میگه من به طرف یک کافر رفتم، هنوز نرسیده بودم دیدم افتاد دیدم بر دهنش اثر دره و شلاق هست که شلاق خورده به دهنش افتاده، چشمش ایستاده. فرشتگان میزدند. پس الله عزوجل فرشتگان را عملا فرستاد، گرچه الله میفرماید من بدون فرشته هم شما را نصرت میکنم، اما دنیا دار اسباب است. من فرشتگان را فرستادم، به هر تعدادی که لشکر کفار بود به همون تعداد الله وعده کرد. فاستجاب لكم انی ممدكم ب1000 من الملائکة مردفین. الله می فرماید اجابت کرد الله. انی این کیفیت اجابت است، ای به انی، به این صورت که من ممدکم شما را یاری می رسانم ب1000 من الملائکة مردفین، با 1000 تا فرشته ردیف، صف بسته پشت سر هم در حال رژه هستند و میاند به طرف جنگ و میدان جنگ. اما الله می فرماید که این ارسال ملائکه و ارسال فرشتگان در واقع به خاطر تقویت قلب شما بود، و الا اصل نصرت. اینجا خیلی نکته مهمی هست که اعتماد باید به ذات الله باشد. توحید اصل همینه. حتی فرشتگان، اعتماد بر فرشتگان هم نباشد، اعتماد به ذات حق باشد. الله می فرماید و ما جعله الله، این حکمت انزال ملائکه است، این را الله قرار نداد الا بشرا، مگر بشارتی مجدی
تا که به شما مژده برسد، دلتون خوش بشه. ولتطمئن به قلوبکم، تا که به وسیله این دلتان مطمئن بشه که بله اگر همون تعدادی که اونها هستند ما اون تعداد فقط کمکی داریم تا شما خوب بجنگید، قوی باشید، دلتون قرص بشه. و من نصر الا من عند الله، اما حقیقت اینه که نصرت و یاری نیست مگر از جانب الله است. یعنی نصرت و یاری با فرشته نیست، نصرت و یاری با نصرت و یاری الله است، با کلمه کن الله است. المعنى لا تحسسوا النصر من الملائکه علیهم السلام، معنای این آیه این هست که شما احساس نکنید که کمک از طرف ملائکه آمده. فإن الناصر هو الله تعالی لكم والملائکه، ناصر اصلی شما و ملائکه الله است. ملائکه را هم خدا کمک میکند. بله، فلا دخل للملائکه فی النصر اصلا، روح المانی میگه ملائکه در نصرت در یاری هیچ نقشی ندارند، اما الله عزوجل برای تقویت شما دل شما مطمئن بشه، دل شما قرص بشه. و الا و من نصر الا من عند الله، نصرت نیست مگر از جانب الله است. باید هر مؤمنی این عقیدهش باشد. اسباب اگر دارد هم به اسباب دل نبندد، به رب الاسباب باید دل بست. ان الله عزیز حکیم، الله غالب است، هر کاری که الله بخواد انجام میده. اما حکیم، کار الله عزوجل با حکمت است. خب صحابه وقتی که ابتدا پریشان بودند، اولین نصرت عرض کردم به وسیله باران آمد، چون زمین خوبی نبود، گرد و خاک بود، ریگ بود، رفتن در ریگ مشکل بود و آب هم نبود، گرمی بود، تشنگی بود، پریشانی بود، امکانات دشمن هم خیلی بالا بود. لذا الله عزوجل هم باران آورد و هم بعد از باران بر صحابه خوابی را غالب کرد که چنان خواب رفتند که بعد از خواب بلند شدند، همه غم از بین رفته بود. حتی میگن صحابه که ما ایستاده هم خواب میرفتیم، ایستاده بودیم، شمشیر به دست ما بود، شمشیرها میافتاد. این نصرت الهی است. الله می فرماید اذ یغشیکم النعاس امنة من، زمانی که تحت پوشش قرار داد شما را نعاس خواب را میگن، خواب خفیف، چرت زدن، که امنة من، امنة مفعول له است، به خاطر آرامش شما از جانب الله، منه ای من الله. و ینزل علیکم من السماء ماء، و همچنین الله فرستاد نازل کرد بر شما از آسمان آب، لیطهرکم به، تاکه به وسیله این آب شما را پاک بگرداند از حدث اصغر و اکبر و دل شما هم پاک بشه. و یذهب عنکم رجز الشیطان، تاکه از دل شما بره وسوسه شیطان. ولیربط علی قلوبکم، تاکه دل شما را ربط بده، یعنی قرص بکند، گره بزند، دل شما قوی بشه. و یثبت به الاقدام، و یثبت، شما را ثابت قدم بگرداند. وقتی که دل انسان قوی بشه، پاهای انسان هم خوب می ایسته. اذ یوحی ربک الی الملائکه، الله تعالی ملائکه را که فرستاد، به سوی ملائکه هم وحی کرد، انی معکم، ای ملائکه من با شما هستم. یک تفسیرش اینه، انی معکم، من با شما هستم. یعنی چه؟ یعنی شما بروید مسلمانان را کمک کنید، نصرت بکنید، شما نترسید، شما دغدغه داشته نباشید، من با شما هستم. یک معنی همینه که این تقویت به خود ملائکه هست. اما معنی دومش که بیشتر ترجیح دادند، انی معکم، معکم مؤمنین هست.
اینجا قولو مقدر است که خداوند به ملائکه گفت که قولو، شما برید به مؤمنین بگی انی معکم. ملائکه آمدن به رسول الله گفتند، رسول الله به مسلمانان گفت که ای مسلمانان، ای بندگان من، نترسید. چون این توجیه بیشتر توجیه داره به دلیل اینکه ملائکه که نمی ترسیدند. اگر ترسی بود در دل این افراد بود، صحابه بود، با توجه به اینکه اولین تجربه هست، اولین جنگ هست، بدون هیچ امکاناتی هست، لذا دغدغه فراوان بود، حق هم داشتند. لذا الله می فرماید انی معکم، ای معکم بالنصره، من با شما هستم، شما را یاری می کنم. فثبتوا الذین آمنوا، ثابت قدم نگه دارید کسانی را که ایمان آوردن، یعنی اونا را ثبات بدید، اونا را تقویت کنید. سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، این بیان انی معکم هم هست که در دل دشمن شما من رعب و وحشت ایجاد می کنم. سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، ان قریب من القا می کنم، می اندازم در دل کسانی که کفر کردن، رعب می اندازم. فاضربوا فوق الاعناق واضربوا منهم كل بنان، بزنید گردنها را فوق الاعناق. این کلمه فوق اضافی هست، همون قبلا خواندیم فوق اثنتین، چطور فوق اضافه بود، اینم فوق الاعناق. بزنید گردنها را، واضربوا منهم كل بنان، بزنید هر بنان، هر بند دست را بزنید. چرا دستها را؟ چون به وسیله دستها شمشیرها را می گرفتن، یعنی اونها را بزنید تا اونها از گرفتن شمشیر عاجز بمانند، نتونن به شما حمله بکنند. یا اینکه بند بند کنید اونها را، تکه تکه کنید اونها را. معمولا محاوره هست، اصطلاح هست. چرا چنان سخت بزنید؟ سبحان الله، اینا دشمنان خدا هستند. ذلك بانهم شاقوا الله ورسوله، این به سبب این است که اینها مخالفت کردند الله و رسول را. و من یشاقق الله و رسوله، هر کسی که مخالفت کند با خدا و رسول خیلی سخت است. گاهی انسان دانسته، دیده دانسته مخالفت می کند، گاهی ندانسته در جبهه کفر و در جبهه شرک قرار می گیرد و با خدا و رسول خدا مخالفت می کند. فإن الله شدید العقاب، همانا الله سخت عذاب می دهد. این ثمره اخروی هست، ثمره دنیوی همون که اونها را بزنید. ذالکم فذوقوا، قلنا ذالکم، ما این را گفتیم بچشید، یعنی بچشید عذاب دنیا را، بچشید ضرب خدا را در این دنیا. و ان للکافرین عذاب النار، این در دنیا بود، اما در عقبا در آخرت چی؟ برای کافران عذاب آتش است، در آتش جهنم به طور ابد می سوزند. خب معرکه بدر مفصل هست و انشاءالله چون آیاتش جلوتر می آید تفصیلش، که جزئیات جنگ، بعضی جزئیات را قرآن مجید اشاره کرده در همین سوره، بعضی ها را طلاب عزیز در سوره انفال خواندند. اما قبل از اون که به اون جزئیات برسیم، چند تا قانون هستند اینجا، قانون جهاد، ضوابط جهاد. اینجا قوانین جهاد را الله تعالی بیان می کند. خیلی مهم هست در جهاد قانون را رعایت کردن. مجاهدین باید از همه بیشتر رعایت بکنند. چرا؟ چون که اونها وقتی که اسلحه به دستشون هست احساس قدرت نکنند، قدرت از آن الله هست. چون کسی که اسلحه به دست دارد فکر میکنه که هیچ کسی جلوی منو نمیتونه بگیره، امکان در این انسان بیشتر نادیده بگیرد قوانین را، بیشتر ظلم بکند، بیشتر باید مجاهد رعایت بکند. گاهی الله عزوجل با اندک چیزی نصرت خودش را میگیرد که کمی کوتاهی میکنند. پس اینها که در جبهه ها هستند و اینطور انسانها را، بعضی ها راحت انسانها را میکشند، برای اونها کشتن انسان راحت است.
اینها باید بدونند که باید قانون خدا را رعایت کنند، باید اطیع الله و رسوله را مد نظر بگیرند. در جنگ ما قانون داریم، بلا نسبت بلا تشبیه. وحشیگری نیست که هر که جلو آمد انسان بکشد، نه خیر. چنین اموری که انسان چنان اقدامی بکند که هر کس، زن و فرزند و مظلوم و حق و بناحق و همه کشته بشوند، الله راضی نمیشه. یک صحابی قبلا خدمت شما عرض کردم، حضرت اسامه رضی الله تعالی عنه میگوید من کسی را زدم در جنگ که او چندین مسلمان را شهید کرده بود. دیدم خیلی این چالاک است، اینو میزنه اونو میزنه، گردن این یکی را، دست اون یکی را. من کمین کردم و دنبالش افتادم که به محض اینکه ببینم مقداری غفلت کرد بر او حمله بکنم. به تعقیبش بودم، دنبالش بودم. همین که من متوجه شدم که الان بهترین فرصت است، حمله کردم. اون کلمه خواند لا اله الا الله. منم میدونستم از ترس میخواند. دیگه من مهلتش ندادم، زدمش، کشتم فوراً. به صورت افتخار برای رسول الله تعریف میکنه، یا رسول الله این فلان مشرک که امروز اینقدر مسلمان را زد، شهید کرد، زخمی کرد، من تعقیبش کردم و میخواستم بزنم، لا اله الا الله خواند. رسول الله فرمود بعد چی کار کردی؟ گفت زدمش. گفت زدی او را کشتی که لا اله الا الله خواند؟ گفت یا رسول الله او از ترس خواند. گفت که از ترس خواند، قلبش را شکافتی؟ دیدی که از ترس خواند؟ از ته دلش خبر داری؟ الان اسامه پشیمان شد، عجب اشتباهی کردم. گفت کاش من امروز مسلمان می شدم که مسلمان شدن همه پرونده گذشته را پاک میکنه، گناهان گذشته را پاک میکنه. دیگه اسامه تا روزی که حیات داشت احتیاط میکرد. در جنگ هایی که بین خود صحابه منافقین انداختند، اسامه نمی رفت، شرکت نمی کرد، احتیاط می کرد. می گفت مسلمانی از دست من کشته بشه. ازا کشتن مسلمان خیلی سخته. الان اونم ما هم فکر میکنیم از ترس خونده، ولی اسلام قوانینش بر اساس ظاهر است. ظاهرا مسلمان است. عبدالله ابن ابی در کنار رسول الله نماز میخونه، بزرگترین جنایت ها را هم میکنه. اسلام به ظاهر نگاه میکنه. پس نه اینکه کسی بگیم که هر کسی با کفار همکاری میکند. حتی قبلا عرض کردم بعضی هم معتقد هر کسی اگر نانی به کافر میفروشه، نانوایی دارد، سوپرمارکتی دارد، غذایی به کافر میفروشد، اینم همکاری باید او را هم کشت. اینو نگفته اسلام. اسلام دین رأفت است، دین محبت است. مسلمانان اگر نادانی بکنند، چرا در جبهه با اونها همراه بودن، باید اونها را کشت. اما کسی که این شائبه همکاری وجود داره، یا اینکه 100% میدونیم بیگناه هست، به اون حمله کردن و او را کشتن، این درست نیست. لذا الله عزوجل چند تا قانون که این قوانین را ما بخوانیم میدونیم که مجاهد باید از همه بیشتر منضبط باشد، از همه بیشتر باید پایبند باشد، از همه بیشتر باید از خدا بترسد. یکی از قوانین هم همین تقواست. لذا الله می فرماید یا ایها الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا. ای مؤمنان هرگاه که شما ملاقات کردید با کفار، زحفا، زحفا یعنی روبرو شدن با اون انبوهشان، با اون انبوهشان، با جمعشان، فلا تولوهم الادبار. آبرو را نبر، پشت نده، از خود ضعف و سستی نشان نده، که ضعف و سستی تو ضعف و سستی همه مسلمانان است. یکی از گناهان کبیره این هست که انسان در جبهه بزدلی نشون بده. کشته شدن شهادت 100 شرف دارد.
از گریختنی که انسان خودش را نجات بده. الله عزوجل از گریختن راضی نیست مگر اینکه تاکتیکی باشد. و من یولهم یومئذ دبره، هر کسی یولهم برگردان روز در آن روز پشتش را، یعنی به دشمن پشت بده و فرار بکند. البته در دو صورت برایش اجازه هست، الا متحرفا لقتال، مگر این یک تاکتیک جنگی باشد. به این صورت که انسان از یک طرف عقب نشینی می کند تا کافر بیاد جلو، از دو طرف مثلا بقیه محاصره بکنن کافر را، یک نوع تاکتیکی هست. یا عقب نشینی می کند تا او بیاید ضربه ببیند، آسیب ببیند، این صورت درسته. یا اینکه کسی خیلی زیاد بیجا پیشروی کرده، الان که نگاه میکنه چند کیلومتر مجاهدین عقب هستن، میگه من تنها اینجا چیکار بکنم با اینها بجنگم، ما 2-3 نفریم، لذا عقب نشینی میکنه تا با بقیه مجاهدین همراه بشه، این اشکال ندارد. او متحیزا الی فئه، یا اینکه خودش را جمع میکند همراه با جماعت. غیر از این دو صورت هر کسی که عقب نشینی بکند فقط باء بغضب من الله و مأواه جهنم، این انسان رجوع کرده به خشمی از جانب الله و جایگاهش جهنم است. ببین چه کلمات غلیظی، سختی. و بئس المصیر، بسیار جای مسیر بدی هست، جای رجوع بدی هست. از رسول اکرم صلی الله علیه وسلم وقتی که گناهان را پرسیدن، کبائر را پرسیدن، یکی از گناهان کبیره فرمود التولی یوم الزحف، روزی که با دشمن روبرو میشی و با دشمن میخوای بجنگی، پشت بدی، فرار بکنی، خیلی گناه است. پس مجاهدین که در واقع نمایندگی دارن از مسلمانان و همچنین بقیه کسانی که در میدانهای دیگه می جنگند، در میدانهای دیگه فعالیت می کنند، این استنباط بنده و اجتهاد بنده هست، اینها هم باید از مسیر حق عقب نشینی نکنند. نسأل الله العافیه. اما ولو اینکه برایشون سنگین تمام بشه، کسانی که در رأس امور فرهنگی هستند، امور دینی هستند، امور تبلیغی مردم هستند، امور دین مردم هستند، علما، دعات، دعوتگران، اینها اونایی که در مسیر قرآن و سنت حرکت می کنند، اینها نباید از مسیر عقب نشینی بکنند، نباید بترسند. الله عزوجل بزدل را دوست ندارد. چرا؟ باید هر کسی قوانین هر کشور را، هر ملک را رعایت بکند، خلاف قانون کاری نکند. اما اگر قانون چیزی نگفته، سلیقه افراد ایجاب میکنه، افرادی بگن شما در رابطه با فقهتون کار نکنید، در رابطه با دینتون کار نکنید، شما افراد خودتون را به سوی نماز دعوت ندهید، خب ما عقب نشینی بکنیم، این عقب نشینی گناه داره برای ما. کسانی که مسئولیت را پذیرفتند، کسانی که بر این کارها الله عزوجل اونها را گماشته، کار دین میکنند، کار تبلیغ میکنند، کار فرهنگی میکنند، اینها نباید بهراسند، نباید بترسند از هیچ زهر چشمی، از هیچ تلفنی، از هیچ تهدیدی، از هیچ زندانی نباید بترسند. عقب نشینی کردن، بزدلی از خود نشان دادن، این ضربه جبران ناپذیری به همه مسلمانان وارد می کند. الله عزوجل کسی را که در مسیر الله باشد، در مسیر قانون باشد و شهامت داشته باشد دوست دارد. لذا الله می فرماید فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، شما اونها را نکشتید، خدا کشته. ما وقتی که کاری میکنیم خداوند کار را میکنن، ما نیستیم، ما کاری نیستیم. بعداً به عنوان یکی از افتخارات خودمون از خود تعریف نکنیم. بعضی گفتند بعد از جنگ
یکی گفت فلانی را من کشتم، یکی گفت فلانی و فلان را من کشتم، یکی گفت من چند تا را زدم. هر یکی تعریف کرد. طبیعی انسان دیگه تعریف را دوست دارد، اما موحد باید از ربش تعریف کند. همه کار را رب کرد. الان ما کاری میکنیم، کار فرهنگی میکنیم، کار تبلیغاتی، کار دعوت. یکی بگه من اینقدر نفر را مسلمان کردم، یکی بگه که من این همه آدم را به راه خدا هدایت کردم، دعوت کردم. نه، اینا همه کار الله است. این آیه به ما همینو میگه. ما هیچ وقت از خود تعریف نکنیم. الله عزوجل میخواهد ما بندگان مخلص باشیم، یعنی همه چیز را به الله نسبت بدیم، اون وقت پاداشش را خودش به ما میده و هم حقیقتا کار خداست. الله میفرماید فلم تقتلوهم، شما آنها را نکشتید، ولکن الله قتلهم، اما الله آنها را کشت. و ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رما، نریختی خاک را و نزدی شما زمانی که زدی ای محمد صلی الله علیه و سلم، ولکن الله رما، اما الله بود که اونها را زد. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم یکی از معجزاتشون در معرکه بدر، در جنگ بدر این بود که بعد از دعا و بعد از نیایش و وقتی که صفها روبروی هم قرار گرفتند، آن حضرت صلی الله علیه و سلم مشتی خاک برداشت. به اذن الله بود، به امر الله بود. مشتی خاک برداشت و به نام الله این خاک را به طرف دشمن ریخت. الله عزوجل ذرات این خاک ریزه ها را به چشم تک تک دشمنان قرار داد که اونها اصلا دیدشون را از دست دادند، اونها ندونستند چی کار بکنند. لذا این بود که میخواستن به هر سمتی برند، خوب نمیدیدند. الله تعالی امون ابتدای جنگ اونها را، روحیشان را به این صورت از بین برد. لذا الله میفرماید و ما رمیت اذ رمیت، نینداختی نزدی زمانی که تو زدی، ولکن الله رما، اما این الله بود که زد، الله بود که به چشم تک تک اونها گردریزها را برد. ولیبلی المؤمنین منه بلاء حسنا، تا اینکه الله تعالی بلا خواندید قبلا دو معنا داره. یکی به معنی امتحان، الله امتحان بکند مؤمنان را، بلاء حسن امتحان زیبا. یا معنای دوم بلا به معنای عطا هست، انعام هست، تا اینکه خداوند انعام بدهد مؤمنین را از جانب خودش. بلاء حسنا ای عطاء حسنا، اونا را شکست بده، اونا را خوار و ذلیل بکند و الله تعالی اموال و ثروت زیادی از اونها به مؤمنان بده. ان الله سمیع علیم، الله همه اقوال شما را میشنود، از همه احوال شما با خبر دارد. بر اساس شرایط شما الله تعالی برای شما برنامه ریزی میکند. ذالکم و ان الله موهن کید الکافرین. ذالکم ای قلنا ذالکم، ما این را گفتیم، یعنی اینکه الله عزوجل اونها را شکست داد. الله میفرماید ما این کار را کردیم. و ان الله موهن کید الکافرین، این حکمتش است. و اعلموا، بدانید که خداوند توطئه کافرین را از بین میبرد. موهن یعنی اهانت کننده، ذلیل و خوار کننده، یعنی کارآمد نمیشه، بی ارزش میشه توطئهشان، به درد خودشون میخوره. الله عزوجل به ما توفیق عمل عنایت بفرماید. صدق الله مولانا العظیم. من فيض مولانا الغفور قرآن رب العالمين، جاء لنا نبراس نور فيه السعادة واليقين، أسمى المعاني في السطور، نسمو بها دنيا ودين، نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين في حفظ
تحلو الأمور ما خاب من يرجو المعين. نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين، بدلائل